نکته اصلی که گفتید این بود که آقا این جنگ تمام نشده، تمام شدنی هم نیست. اینطوری این رو باید درک کرد. اصل داستان اینه، یه درگیری بوده، یه جنگ شده، یه نبردهایی واقع شده. جنگ اصلی در حقیقت بین ایران و اسرائیل بر سر برتری بر خاورمیانه. آمریکا هم امتیازات خودشو میخواد، به عنوان نیابتی اسرائیل هم عمل میکنه، با بیمیلی ولی میکنه. خب این با این یه مذاکره و دوتا یه سرنا پول بده و اون یکی چی بشه اصلا تمام شدنی نیست. اسرائیل به طور مستقیم در این مذاکرات شرکت نداره، این که روشنه، ولی به طور غیر مستقیم حضور سنگین داره در تیم امریکا. این همش هست، از همون ویتکاف و کوشنر رو بقیه‌شون هم همینطور. یا خود ترامپ که زیر فشاره، بهش میگن این کار بکن، کار بکن، بی میلی آدم میبینه ولی میکنه. شاید برای اینکه چاره ای نداره، نمیدونم، ولی برصد میکنه. نکته اصلی اینه که داستان تمام شده ای نیست. شما اومدید اینجا چی گفتی؟ نکته که اشاره کردید بسیار درسته. ما باید بشینیم ببینیم کی میاد خبری به ما بده. امریکایی‌ها اصولاً یه چیزی میگن، ولی تازه ترامپ پنهانکار دروغگو دغله. به چیش نمیشه اعتماد کرد. هرچی خودش میخواد میگه این شده. کجا این شده؟ خب طرف ایرانی هم مفتضح از این بابت، هم دروغگویی هم دغلی، هم این نکته که به هر صورت کمابیش این دو نکته بعد گفتی که آدم بهشون اعتماد نداره، نه به قابلیتشون اعتماد داره، نه به درستکاریشون در حقیقت که این کاری که میکنن بیان بگن. دو مشکل داریم ما با اینا طرف ایرانی. یکی ناتوانی شعور سیاسی و ایناست و توانایی دیپلماتیشون که پایینه، یکی دیگه این مسئله است که بر اساس دنبال منافع شخصی و جناحی هن. اینا ما بهش آگاهیم. خب باعث میشه آدم بهشون نتونه اعتماد بکنه، حرفی هم میزنن جدی نگیره و معلومه نیست چیکار کردن. هر کاری هم کرده باشن، عرض کردم اولا اون دعوای اصلی ادامه داره، به خواست امریکا هم مربوط نیست، میتونم بگم حتی به خواست ایران هم مربوط نیست، فقط تا به خواست اسرائیل که دائمی فشار رو میاره. خب اون دعوا ادامه داره و هیچ کارش نمیشه کرد. حالا یه افت و خیزی ممکنه این وسط داشته باشه به هر ترتیبی و به هر شکلی، ولی اهمیت نهایی نداره. و یه چیز کوچیکم آخر اضافه بکنم، قراردادی که شما با آمریکا امضا بکنید به مفت نمیارزه، قاطعاً و به تجربه. نه فقط به تمام دنیا هست، تاریخ خودشون هست، مال ما هم دیدیم دیگه. فرداش میرسه تا آشغال، هر کاری بخواد میکنه، هر کاری نخواد نمیکنه. این که تو امضا کردی متعهدی به هیچ متعهد نیست و اصلا ارزش به این صورت به مردم به عنوان که ما امضا کردیم امتیازی گرفتیم، اون یکی میگفت امضای فلانی ضمانت اصلا هم چی فلانی، حرف یاوه است. یعنی از این موقعیت جنگی نامعین، مواج و متغیر در حقیقت بیرون نیامدیم. یه اتفاق کوچیکی وسط افتاد. اینه ممکن به نظر بد بیاد نبیاد، ولی خودم تصور میکنم حرفم واقع بینانه است. شاید هم باشه.